سوی خواهینات وطن نمیشه مردی شایدی توی خواهینات وطن نمیگرده عملی آرزوی خواهینات وطن تماشا بعدی سالای 90 در اروپا ترس کی نمونن یکی آینده به دست پا قرض گردنی شما نیست خواهینای ملت فرضی نیست که باید شما باشه سر قدرت فرض 5 وقت نماز. میخوام در این مورد صحبت کنم که آیا در تاجیکستان با ریش راه رفتن در جامعه اجازت است؟ نماز روزگی ای والدین دعای مظلوم سببی رفتن شما ای بین فلسفه شما دروغ قسم به ذات مینمای جوانی ریشکی در وطن آزادم رکن شب و بازار خواهرای ما بچه در زالوجنی گرفتن نگفته زنگ نزده مادر ای بام داد تو خوفتن جماعت را سیده صفی آبادی کنه مگر که آبادی باشه هدف 2 سالشی در داخل کشورم این ریشم به همه معلوم ای بسیارم برادرایی که ایما در ریششون دراز ای بسیارم خواهرایی که سطر میپوشن میگردن همه قشید میگردم ندیدم که یک از همان کنن چوبت ریش داری یا چوبت سطر میپوشی بیوز میکنیم ولی من میخوام این بعد با این ریش زندگی کنم همین ریش که 0.5 سانتی متر هم نیست میگن که این ریش باید بگیری بعد خب من اینجا آمدم هیچ کس هم جواب دقیق ندارد بعد 221 هم زنگ زدم قبولگاه وزیر گفتن میز شناسنامه‌دهی مرکزی جواب میدهد و با مرکز شناسنامه‌دهی میز شناسنامه‌دهی مرکزی هم زنگ زدم کسی از پشت تلفن نخواست نامناسب شه میگه که فرمان است میگم قانون دستور سپارش چی میگه فرمان است میگم این فرمان کجا چاپ شده است من یک بار شناس شم فرمان کی است یعنی وزیر کارهای داخلی است فرمان شما تمام دخترها را فهمونین اونایی که حجاب به سر میکنن به زنوای میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. سلام هموطنان عزیز، امیدوارم که تن صحت و سلامت باشید. ویدیوهایی که در اول دیدید این یک ویدیوهای کوتاه از اون نوارهایی است که در روند ثبت این من به شما آنها را میگذارم نوار کاملشان را. میخوام در این مورد صحبت کنم که آیا در تاجیکستان با ریش راه رفتن در جامعه اجازت است؟ آیا ممانعت های حکومت رحمانوف برای داشتن ریش و یا روسری داشتن ممانعت ایجاد نمی کند؟ بیایید در همین موضوع چند نکته را برای شما واضح و روشن پیشنهاد کنم. چند تر از طرفداران رحمانوف در گذشته نوارهایی نشر کردند که نشان میدادند که آنها با داشتن ریش در جامعه هم میتوانند بدون ممانعت راه بگردند و هیچ کس با آنها مشکلی ایجاد نکند. درست است دوستان گرامی، انسان‌هایی که ریش برای زیبایی خودشان دارند و یا اینکه ریش را به خاطر فحش و فحشا گذاشتن، به خاطر رونمایی گذاشتن، آنها در جامعه میتوانند آزاد بگردند. و همین طوری که در جامعه نفرانی هستند که با داشتن روسری چکار میکنند؟ میروند فاحشگی میکنند. چرا آنها اون روسری را استفاده میکنند؟ تا به خاطر بروند چکار کنند؟ پول کار کنند یا اینکه فاحشگی کنند، زیرا میدانند که داشتن روسری به آنها مشتری بیشتر جلب میکنند. و همین طور است که یک قشر جامعه به خاطر جلب کردن اشخاص دیگری چون چهره زیبا ندارند ریش خود را میگذارند و همین ریپسراها و همین اشخاصی که ریش خود را به خاطر نمایشی گذاشته بودند از همون اشخاص هستند و این خیلی اشخاص در حکومت رحمانوف هیچ ممانعت های وارد نمی شود، ایجاد نمی شود، آنها می توانند آزادانه بگردند. و اما اگر ریش شما عقیدتی باشد و ریش شما اسلامی باشد و یا اینکه روسری که شما به سر میبرید اون عقیدتی باشد و به خاطر رضایت خدا و ترس خدا باشد و آن شما نمیتوانید در جامعه امروزی تاجیکستان چیکار کنید؟ راه بگردید. برای شما ممانعت ها ایجاد میکنند. بیایید نواری را میبینیم که در سرودخانیش یکی از بلاگرهانی یکی از رپسراهای تاجیک شخر با اون رپسرهای دیگری که در برنامه‌های مخالفان بر آمدن و ادعاها کردند که در تاجیکستان آنها باریش میگردند و آنها را هیچ کس ممانعت ایجاد نمی کند و 10 نفر دیگر را میشناسند که آنها باریش در تاجیکستان میگردند. این نوار را میبینیم و بعدا صحبت ادامه میدیم.
невазем чу гирдод ба сӯи хоинот ватан намеше марги шоҳиди тӯи хоинот ватан намегарда амали орзуи хоинот ватан тамошо баъди солҳои 90 дар Европо тарс ки намонанд яке оянда бе дасту по қарза гардани шумо нест хоинои миллат фарзи нест ки бояд шумо бошед сари қудрат фарз 5 вақт намоз розигии волидайн дуои мазлум сабаби рафтани шумо айбайн фалсафаи шумо дуруғай қасам ба зоту минамая ҷавони ришаки да ватан озодум дар кӯчаву бозор хоҳарои ма ба чодар заложнӣ гирифтан ва гуфта занг назадай модар айбом дод ту хуфтан ҷамоатро сайда саф биё ободӣ кунем агар ки ободӣ боша ҳадaf. این رپی را که اینها خواندند و نشان دادند که با یک ریش کوتاهی که آنها دارند میتوانند در تاجیکستان به ممانعت راه بگردند و از این طریق رحمانوف را در نزد جامعه سفید کنند میخواستند نشان بدهند که واقعا مشکلاتی وجود ندارد و دروغ‌های اینها آشکار نمی شود و اما این ریشه که اینها گذاشتن طوری که در گذشته من برای شما یک گفتم این به خاطر زیبایی چهره آنهاست و به خاطر جلب اشخاص دیگری است. من میتوانم بگویم که اینها فاحشه های مردانه هستند که برای جلب مشتری خودشان ریش را میگذارد تا چهرهشان زیباتر شود یا اینکه چهرهشان رنگین تر شود و چهره دیگری اینها ندارند. و همین لافی را که اینها زدن چند روز پیش که از روزنامه‌نگاران مشهور کشوری ما میخواست به خاطر پاسپورت گرفتن یا اینکه شهادتنامه هویتی گرفتن با مقامات شهر حصار مراجعت کرد و به خاطر که 4 سانتی متر یا که 3 سانتی متر ریش او بلند بود به او اجازه ندادند که ریشش را چکار کند با ریش صورت عکس پاسپورت بگیرد. سببش در آن بود که میگویند قانون در آنجا اجازه نمیدهد. اما این شهروند جمهوری تاجیکستان این روزنامه‌نگار از آنها طلب کرد که برای من یک قانون را نشان بدهید که در آن قانون گفته شده است که ریش در جمهوری تاجیکستان اجازه نیست، زیرا تمام قانون‌هایی که در تاجیکستان قبول کرده میشوند مطابق سرقانون کشور ما و شما قبول کرده میشوند. در سرقانون ما و شما برای ما و شما حق آزادی داده است، هم در لباس حق آزادی برای ما داده است، هم در عقیده. و این اساس اینها نمیتوانند برای ما و شما طبق قانون اساسی کشور ما و شما این قانون را قبول کنند، زیرا سرقانون برای ما و شما اجازت داده است. از این خاطر برای این روزنامه‌نگار هیچ سند نشان ندادن، فقط گفتن که فرمان از بالاست. حالا این فرمان از بالا از کجا سرچشمه میگیرد و هیچ کسی مشخص نیست، اما بیشتری مردم میدانند که فرمان اصلی از خود رحمانوف و مشاوران او ایجاد شده است و این فرمان در تاجیکستان با همه اون اشخاصی که در اونجا زندگی میکنن تطبیق کرده میشه و اما چند اشخاصی که به خاطر نمایشی ریش خود را گذاشتن و میخوان حکومت را سفید کنند با آنها اجازت میدهند. مثل این بلاگی که نوارش را من برای شما میگذارم عثمان، این را تماشا کنید و ببینید که چه لاف‌هایی میزند که امروز این لاف‌هایش رسوا شده است و این را ما میبینیم و بعدا باز هم صحبت میکنیم. бародарҷоно медонам шумо дар ким кадом минтақаи дунёи интернетонда чивобақувватае ки қонуну гапи хабари ҳама чира шумо пешакӣ хабардор мешен гарчанде дурӯғам боша. 2 солши дар дохили кишварам ин аришим ба ҳама маълумае. бисёран бародарое ки аймада ришошон дурозае, бисёран хоҳарое ки сатр мепӯшанд мегарданд. ҳами қашид мегардам надидам ки як аз ҳаман кинан чувати ришдорӣ ё чувати сатр мепӯшӣ. биё ҳами гап хабари дурӯға пропаганда накунем. и хеле тема нестай. ман надидам ҳами темара, намедонам ака. аввалаш ки шеф марди аллоҳай, шахсияти бузургай, итари қонунҳоро ҷорӣ намекуна. аз барои аллоҳаш худованд. شما این نوار را دیدید و دیدید که این نفر از چی لاف میزند. میگوید طول 2 سال میشود من در حدود تاجیکستان قرار دارم و با داشتن چنین یک ریش برای من یگان ممانعت ها ایجاد نشده است و 10 نفر و مثل من وجود دارد و آنها هیچ ممانعت های وجود نیست و آنها میتوانند آزادانه در کشور گشت و گذار کنند. شاید این جوان درست بگوید، زیرا این حلقه ای که این جوان در اون حلقه هست این همون جوانانی هستند که یعنی اگر به طرز
آزادتر بگم به اینها سختتر هم برسد، اینها همون فاحشه ها در لباس مردن که با اینها هیچ که ممانعت ایجاد نمی کند، چون اینها ریش را به خاطر عقیده نمی مانند. اینها هیچ وقت به مسجد نمی روند و در 5 وقت نمازشان چکار کنند؟ دعا و فاتحه بخونند. اینها به خاطر عقیده دینیشان هیچ وقت ایستادگی نمی کنند. شما یادتان هست زمانی که اینترنت در تاجیکستان گران شد، اینها سر و صدا بلند کردند و چیکار کردند؟ کوشش کردند که اینترنت نرخش پایان بیاید. و اما ده ها قانون به ضد اسلام قبول کردن، هیچ وقتی هیچ باره یک نوار انجام ندادن. شما یادتان هست زمانی به پارلمان پیشنهاد شده بود که یعنی روسری باید در تاجیکستان به کل ممنوع شود و ما و شما کسانی که واقعا از دین و از ایمان و از هویت ملی و ارزش‌های ملی و ارزش‌های دینی دفاع می‌کنیم، هزارها نوارها انجام دادیم و سر و صدا بلند کردیم که این را در تاجیکستان ممنوع نکنند. اما این اشخاصی که امروز لاف میزنند که در تاجیکستان روسری اجازت است و یا اینکه ریش ماندن اجازت است، هیچ نواری نکردند و حتی یک سخن هم در مقابل اون پارلمان هیچ کار یعنی یک سخنی هم نزدند. و اما وقتی که سفید کردن حکومت رحمانوف و یا خود رحمانوف می شود، اینها همون زمان می دوند و ریش خود را اینقدر میمونند و میگویند که ریش ماندن در تاجیکستان اجازت است و هیچ ممانعتی وجود ندارد. من برای طرفداران رحمانوف یک صحبت حاجی میرزا را در بابت ریش که ریش نماندن از لحاظ دینی چه حکم دارد برای شما میگذارم. این نوار را ببینید طرفداران رحمانوف و این سفید کنک های رحمانوف تا ببینید که دینی شما برای ایجاد کردن یعنی برای گذاشتن ریش و پوشاندن روسری چه حکم میکنه. نوار را میبینیم، صحبت ادامه. تراشیدن ریش و موی لب را دین اسلام چه حکم میکند؟ رسول اکرم گفته است قص الشوارب وعف اللحیه خالف المشرکین والمجوس. در همین حدیث شیخ های عرب میگویند که دو صیغه امر استفاده شده از پیغمبر، قص الشوارب وعف اللحیه. پیغمبر خدا امر میکند بروتهای خودتان کلته کنین، یعنی به مجرد کلته کنین که در ناله های شما بروتهای شما نرسد، بروتهاتان کلته کنین، امر هست از پیغمبر. وعف اللحیه و ریش های خودتان بگذارید. اگر شما بروتهای خودتان کلته نکنین و اگر ریش نگذارین، شما چی هستین؟ مشرک و مجوس هستین. این شیخ‌های عرب در کتاب اسئله المهمه که چندین مسئله حل می شود این چنین تفسیر کردن، یعنی شما ریش هاتان نتراشین، زیرا که وقتی ریش تراشیدین شما کردار شما عمل شما تشبیه به مجوس و به مشرکین می شود. از این خاطر پیغمبر چی میگه؟ من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که اگر خودش را صورت خودش را لباس خودش را اگر با کدام قومی که تشبیه می دهد از روی محبت، این هم از همون قوم به حساب می رود. خب و همین شیخ های عرب میگویند که و ایضا تغییر لخلق الله، حتی همین ریش تراشیدن هم مثل چگونه ای که زن ابروش میچیند که تغییرات در حسن خدا میدارد، ریش تراشی هم حکمی امیر دارد. شما در حسن خدا دادگی چی میدارین؟ تغییرات میدارین. یعنی شما دیده در نواره که قصدن ریش را تراشیدن اسلام اجازت نمیدهد و چه حکمی میکنه نسبت این. از این لحاظ هر کسی که عقیده دینی دارد در تاجیکستان باید برای گذاشتن ریشش اجازت داشته باشد. اون بتواند عقیده خود را با هر طرزی که میخواهد داشته باشد. و یا اینکه حجابی که زنان بر میکنن اسلام اون را فرض کرده است و هر کسی زنی که میخواهد سر خود را یا موهای خود را پوشاند اون باید اجازت داشته باشد. سرقانون کشورم این را اجازت داده است. مثلا در ماده 5 سرقانون ما و شما برای ما و شما آزادی های ما و شما را ارج گذاشته است و طبق این ماده ما و شما میتوانیم هم لباس خود را بپوشانیم طرزی که خودمان میخواهیم و طرزی که ریش خودمان را بگذاریم و طرز عقیده خودمان را حفظ کنیم. یعنی این ماده برای ما و شما حق میدهد. اون چیزی که از حکومت رحمانوف هر فرمانی که
برمیآید این به معنی قانون بودن نمیتواند. فرمان رئیس جمهور قانون شدن نمیتواند، چون قانون بالایی میتواند فرمان اون را چکار کند؟ باطل کند. از این لحاظ دینی را بگیریم، برای ما و شما اجازت نیست که یک خانم را یا یک فرد مسلمان را ریشش را بتراشیم اجباری و یا اینکه اون را ممنوع کنیم. و همچنان از لحاظ قانونی اساسی کشور ما و شما اجازت نداریم که ارزش های یک انسان را که اون شاید ارزشش ریش ماندن باشه، حجاب پوشاندن باشه، یا که ارزش عقیدتی داره، او را چکار کنیم؟ ممنوع کنیم. و این 4 تا لگنبردار و سفیدکنان رحمانوف همیشه برای خود را سفید کردن و یا که پیدا کردن چند طرفدار چکار میکنن و یا اینکه دسترسی چند مبلغی که و یا اینکه مفادی که از اون حکومت میگیرن خود را چکار کنن؟ ناچیز کنن و چند نواری میکنن در مقابل مخالفان یا که در مقابل کسانی که از ارزش‌های ملی و دینی خودشان چکار میکنن؟ حمایت میکنن. و این اشخاص کسانی هستند که همیشه به ضد ارزش‌های ملی و دینی ما و شما مبارزه بردن و امروز هم مبارزه میبرند. اکنون شما میبینید که این اشخاص فقط لاف میزنند و هیچ حرفی از حقیقت نگفتن و از حقیقت نخواهند گفت. هدفشان یگانه ناچیز کردن ملت و ناچیز کردن ارزش‌های ملی ما و شماست. هیچ وقت به خاطر ارزش‌های ملی ما و شما ایستادگی نکردند و ایستادگی نمی‌کنند و حرف برای این ارزش‌ها نمی‌زنند. هدف اینا یگانه خواندن چند سرود و اون را ایجاد کردن و چند تا انسان دیگر هم بی‌سواد کردن است و هیچ کاری دیگری را انجام نمی‌دهند. و یا اینکه چند تا دشنام کردن و اون مثل این عثمانی که ده ها نوار دارد که هزارها دشنام و قبه و هر حرفی میزند، این کار کردن و چند تا بی‌سواد دیگر را در گرد خود جمع کردن است. یعنی به خاطر نفع اینا یا که نفع حکومت مردم باید بی‌سواد بماند، ارزش‌های ملی خود را نداند، ارزش‌های دینی خود را نداند و همیشه چیکار کند؟ با فساد و این چیز جلب باشد و همیشه در فکرش این باشد که حکومت رحمانوف بتواند حکومت خود را ادامه بدهد و این 4 تا فسادکار و این 4 تا نفری که در نفس خودشان غرق شدن چیکار کنند؟ مردم را جلب کنند و تماشابین پیدا کنند و در جامعه نفوذ پیدا کنند و بیننده پیدا کنند. از این طریق برای خودشون یک فایده به میان بیارند. هدف اصلی اینها همین است و اکنون رسواگی اینها با این دلایلی که برادر ما و شما دلیل امام علی نزد حکومت حصار رفت و نشان داد که در ناحیه حصار اجازت نیست که یک انسان با داشتن یک ریش کوتاه 2 سانتی متر ریش کوتاه چیکار کند؟ صورت پسپار بگیرد. میگویم فرمان از بالاست. خب درود بر همه بینندگان عزیز شبکه اجتماعی دلیر مالی. خدمات شناسنامه‌دهی و قیدگیری در شهر حصار است. بله و اینجا قبول هم دارن. خوشبختانه بچه‌ها خوب فعالیت دارن. ولی متاسفم از چیزی که این همه واسطه حجت‌های من و همسرم که می‌خوایم شناسنامه‌ها را نو کنیم و شناسنامه کاغذی هم که هست از من داخلش 2013 گرفتم و 2014 حکومت جمهوری شناسنامه پلاستیکی داخلی را پیشنهاد کرد. خوب مسئله اینجاست که من میخوام با همین ریشه که الان شما میبینید شناسنامه بگیرم و شناسنامه پلاستیکی بگیرم، در حالی که شناسنامه که اینا برای من 2013 دادن هنوز دوامداری داره تا 45 سالگی. ولی خوب قرار و فرمان و دستور حکومت است که ما باید شناسنامه را عوض کنیم. بله عوض میکنیم، ولی من میخوام این بعد با این ریش زندگی کنم. همین ریش که 0.5 سانتی متر هم نیست. میگن که این ریشه باید بگیری. بعد خب من اینجا آمدم، هیچ کس هم جواب دقیق ندارد. بعد 221 هم زنگ زدم قبولگاه وزیر، گفتن میز شناسنامه‌دهی مرکزی جواب میدهد و با مرکز شناسنامه‌دهی میز شناسنامه‌دهی مرکزی هم زنگ زدم. کسی از پشت تلفن نخواست نامناسب شه. میگه که فرمان است. میگم قانون دستور سفارش چی؟ میگه فرمان است. میگم این فرمان کجا چاپ شده است؟ من یک بار شناس شم. فرمان کی است؟ یعنی وزیر کارهای داخلی است، فرمان پرزیدنت جمهوری است. این اگه قرار قانونی است که پارلمان قبول کرده است. یعنی چی است که من شهروند جمهوری تاجیکستان با افتخار میخوام شناسنامه ما عوض کنم، شناس شم با این فرمان و دستور و قرار. تلفن رو برام میگذارد و نمیداند کجا مرا راهنمایی کند که من شناس شم. خلاصه با مسئولین وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در روز عیدشان که مبارک باشد میگه و مسئولین میز شناسنامه‌دهی مرکزی در جمهوری و شهر حصار برای شما پیام میدم که تا زمانی که با این ریشه که من دارم هر روز 0.5 سانتی متر نیست، شما اجازه ندهید که من شناسنامه پلاستیکی بگیرم. من هیچ وقت این شناسنامه را که شما دادید
و تا 45 سالگی باید کار کند. هیچ وقت شناسنامه عوض نمیکنم. سلامت و سربلند باشد، خانتان آباد باشد. عیدتان مبارک باشد کارمندان میلیسیا. و اکنون آشکار شد که در تاجیکستان واقعا با فرمان خود رحمانوف دیگر مردم اجازت روسری شوندن ندارن، با اجازت ریش ماندن ندارن. اگر میخواهی برای پاسپورت بگیری باید روسری زنت را روسریش را بگیرید، دخترت را باید روسریش را بگیرید تا برای آن پاسپورت بگیرن. و یا اینکه اگر میخواهی برای خودت پاسپورت بگیری حتما باید خودت را کل کنی و ریشت را بگیری، بعد برای که برای تو پاسپورت بگیرن. و این قانونی است که برای مردم تاجیکستان قبول کردن و آینده هم خیلی قبول میکنن و رفتن میکنن. برای ما و شما هیچ ارزش قائل نمیشه. یگانه ارزشی که ما و شما میتوانیم برای خود قائل شیم قیام کردن است و دفاع کردن است تا اینه که آینده بتوانیم اتحاد شیم و حکومتی را که برای ما و شما، برای آینده ما و شما تصمیمی درست نمیگیرد از بین ببریم، حکومت جدید بیاریم. حکومت ها رفتن و آمدن دارن. اگر حکومت گیر نرفت دانسته بگیرید که همین خیل اذیت و عذاب و آینده پیش نرفتن و عقب ماندگی در ما و شما باقی خواهد موند. از تمام لحاظ، از لحاظ اقتصادی، فکری، از همه چیز. به همین خاطر با امید پیروزی و نوارهای بعدی شما رو به خدا میسپارم و در کانال جوانان تاجیکستان فراموش نکنید آبونه شید. باقی خدا نگهبانتون. سلام علیکم.